به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، خداوندی که همه ما را هدایت میکنه و همواره در حال هدایت کردن و حمایت کردن ماست. من سعیده رضایی هستم. بسیار خوشحال و خوشوقتم که امروز فرصتی دست داد تا در مورد خودم صحبت کنم. من دانش آموخته فیزیک هستم، کارشناسی ارشد فیزیک هسته‌ای خوندم و سالها تدریس فیزیک و ریاضی انجام میدادم. هنر نگارگری رو در سال اول دبیرستانم معلم هنرمون بهمون آموزش داد و من یه پایه خیلی ابتدایی ازش یاد گرفتم و در این سالها که حدود 25 سال از اون سال اول دبیرستانم میگذره گهگاهی طرح میکشیدم، اما هرگز به عنوان یک حرفه و فعالیت شغلی بهش نگاه نکرده بودم. روح من همیشه به دنبال سبکی و آرامش بود و همیشه تلاشم بر این بوده که یک زندگی آروم داشته باشم و کاری انجام بدم که هم استعدادهای منو شکوفا کنه، منو رشد بده و هم باعث آرامشم بشه، تا اینکه هدایت شدم توسط یکی از دستان عزیز پروردگار، یکی از دوستان خوبم، به کشیدن طرح‌های تذهیب. برگشتم به این مسیر و واقعا متوجه شدم انگار من برای این کار ساخته شدم، با اینکه تنها یک الفبا از این کار و اون هم نه کامل بلدم، اما خداوند به من الهام کرده و به من وعده داده که اگر در مسیر علاقم پیش برم با توکل به خودش و با امید و تلاش مستمر حتما تا مراحل بسیار بالاتری رشد خواهم کرد و برکت‌های بسیار زیادی از این طریق وارد زندگیم خواهد شد. همونطور که همین الان من یک قدم برداشتم و خداوند صدها قدم به سمت من اومده و راه منو هموار کرده و مطمئنم که در این مسیر آسانی ها و زیبایی ها و برکت ها و نعمت های بسیار زیادی در انتظار منه. خداوند رو شاکرم و ازش میخوام که دست منو باز کنه، ذهن منو شکوفا کنه و این رد پا رو از خودم در این روز مقدس به جا میگذارم که مشخص بشه هر کسی اگر قدمی برداره و تلاشش رو تا اون جایی که توان داره انجام بده در مسیری که ازش خسته نمیشه و احساس میکنه برای اون کار ساخته شده، حتما به نتایج بزرگ خواهد رسید.